درود بر شما. امروز میخوام در مورد مثلث تبر، مثلثی که من اسمش رو گذاشتم تبر، به همراهی پرزیدنت ترامپ، بنیامین نتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی، این مثلث آغاز به کار کرده، به زیبایی داره کارش انجام میده و هر کس، هر نیروی، هر قدرتی مقابل این مثلث بیسته از بین میره و این تبر بر فرق سرش فرود میاد، همونجور که به فرق سر موشلی فرود اومد و به کام مرگ فرستادش، خودش به همراه خانوادش رو. همینجور ادامه خواهد داد تا از بین رفتن تمامی این عناصر فساد و بدبختی مردم ایران. به نظر من گام بعدی آزادی زندان هاست، زندانیانه که گام بسیار مهمی است. زندانی‌ها که از زندان آزاد بشن معادله کاملا عوض میشه، تغییر میکنه همه چیز. خیلی قضیه مهمی است، خیلی خیلی تأثیر زیادی داره آزادی زندانی‌ها و این کار رو اسرائیل خواهد کرد به همراه امریکا با شکستن سدهای زندان. زندانی‌ها وارد اعتراضات میشن، وارد مقابله با رژیم میشن و خیلی تاثیرگذار خواهند بود. دستگاه سرکوب رو همینجور ادامه میده زدنشون رو. این قضیه وارد شهرستان ها هم میشه، شهرستان های کوچیک، و به نظر من انقلاب بزرگ مردم، خیزش بزرگ مردم از شهرهای کوچیک شروع میشه. شهرهای کوچیک آغازگر این انقلاب خواهند بود و تصفیه حساب و از بین بردن مابقیه سیستم کثیف آخوندی از شهرهای کوچک شروع خواهد شد. دیدیم اراجیف اردوغان و ترکیه رو مردم آمریکا میدونن، دولت آمریکا میدونه، اسرائیلیا به خوبی میدونن که مردم ترکیه، دولت ترکیه و خود سیستمش آمریکایی ستیزن. اینا هیچ سنخیتی با مردم آمریکا، دولت آمریکا ندارن و همیشه حالت دشمن رو داشتن براشون. هیچ وقت اینها در کنار هم احساس امنیت نمی کنن و تنها منطقه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل حالت امن رو داره ایرانه، سرزمین ایرانه و این رو به خوبی میدونن. به همین خاطر این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد تا از بین رفتن کامل این سیستم کثیف اسلامی و به هیچ وجه با هیچ کدوم از اینا وارد مذاکره نمیشن. مذاکره اینها مذاکره تسلیم کامل. یه چیز خنده‌دار دیگه که اینا یادشون رفت اسم عملیاتشون رو بگن و در انتها امروز دارن اعلام میکنه که این عملیات وعده صادق 4 بوده. امیدوارم که هرچه زودتر شر سرکردگانشون تموم بشه، از جمله لاریجانی، اژه‌ای و زرشکیان که اینها احتمال زیاد تعدادی از اینا از بین رفته، ولی احتمال خیلی زیاد زرشکیان کشته شده امروز. ولی در مورد لاریجانی خبری در دسترس نیست. اگر خبری بود، خبر مهم، دوباره خدمتتون خواهم رسید و اعلام خواهم کرد. جاوید شاه، پاینده ایران.